عید مبعث عید برانگیختگی برای زدودن رنجهای بشر است. بعثت عیدی برای همگان است، نه فقط برای مسلمانان. امروزم پیغمبر اکرم در حال بعثت است. شما که قرآن رو میخوانید، درسی میگیرید، انگیزه‌ای پیدا میکنید، یک حرکت رو شروع میکنید، این ادامه بعثت پیغمبر است. درسی که از قرآن گرفتیم، درسی که از اسلام گرفتیم، درس ایستادگی و مجاهدت و وحدت، اتحاد دلها و دستها با یکدیگر. امروز دنیای اسلام احتیاج به وحدت دارد. باید یک صدا در دنیای اسلام بلند بشود. این است که میتواند جلوی این ستم بر مردم فلسطین را بگیرد.